در پیروی با تشبث و اقدام‌های انساندوستانه پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در عرفه عید سعید قربان به بیش از 13,000 نفر یتیمان کل، بپرستاران و معیوبان و شخصان احتیاجمند و نیازمند و کارمندان ریاست‌های استفاده برای راه‌های پایتخت کمک‌ها رسانیده شد. کمک‌ها از ارد و روغن، گوشت، شکر و تخم، کартошка و پیاز و سبزی و مکرون عبارت بود. در دوره چنین اقدام‌های خیرخواهانه تحفه‌های رئیس شهر دوشنبه به هیئت باشندگان و تعلیم گیرندگان مؤسسه‌های دولتی تحصیلات عمومی، مکتب اینترنت‌های رقم 1، 2، 3، 4 و 5 برای کودکان یتیم و بپرستار شهر دوشنبه، خانه کودکان رقم 1 برای کودکان یتیم و بپرستار شهر دوشنبه، مرکز دستگیری اویله و کودک رقم 1 شهر دوشنبه، مرکز منطقوی خدمت اجتماعی برای نفقه خوران و معیوبان شهر دوشنبه و مؤسسه دولتی شفاخانه شهری پرستاری همشیره‌های شفقت تقدیم کرده شد. اثنای سپردن کمک‌ها نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه پیام صمیمی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را به باشندگان مؤسسه‌ها و ساکنان رسانیدند. بهره‌مند گردیدن از کمک‌های مذکور به خصوص برای کودکان و نورسان خیلی هم خرسندی بخش بود و آنها عرض سپاس و منتداری خویش را به رئیس شهر دوشنبه و کل تشبثکاران این عمل سرشار خیر و ثواب با پیشنهاد برنامه‌های جالب آماده کردهشان که بازگوی دنیای بی‌آلایش کودکانه آنها بود صمیمی بیان داشتند. باید گفت که چنین عمل انسانپرورانه و نجیب چون اقدام شادنمایی و روح‌بلند کننده در پیروی به اقدام‌های خیرخواهانه رهبر دولت و حکومت مملکت در زمینه سیاست ثمره‌بخش اجتماعی عملی شده پیوسته اجرا می‌گردد. مورد ذکر است که دست کمک دراز نمودن به یتیمان و بپرستاران و نورسان دارای امکانات‌های محدود در فرهنگ ملت ما از خصلت‌های نیک انسانی به حساب می‌رود. محض همین است که از جانب شهرداری دوشنبه امروزها چون عنعنه در عرفه همه عید و جشن‌ها به این قشر اهالی دست کمک و غمخوری ظاهر کرده می شود. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در رفت صحبت با تعلیم گیرندگان مؤسسه‌های از کمک‌های رئیس شهر دوشنبه بهره‌مند گردیده بار دیگر تاکید داشتند که توجه و دست کمک دراز نمودن به اشخاص نیازمند از طرف دولت و حکومت مملکت خاصه پیشوای ملت و رئیس شهر دوشنبه ادامه یابنده بوده، آنها همیشه زیر حمایت و غمخوری قرار دارند. دستگیری معیوبان، یتیمان و بپرستاران و عائله‌های نیازمند از سالهای اول صاحب استقلالی در مد نظر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشت و چون عنعنه در عرفه همه عید و ایام این عمل نیک و انسان دوستانه صورت میگیرد و این عمل جوان مردانه و انسان دوستانه را امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نیز ادامه میبخشد. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در عرفه هر جشن و عیدها برای دستگیری و کمک سری وقتی طبقه نیازمند جامعه و تدبیرهای تأخیر ناپذیرنده شده، دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در این سمت پیوسته عملی می‌نماید. دستگیری طبقه نیازمند جامعه از قبیل کم‌بضاعتان و بپرستاران، یتیمان و معیوبان از جمله کارهای خیری میباشد که پیوسته از جانب نفران خیرخواه و با همت انجام داده می شود. در عرفه عید قربان به بیش از 1500 نفر کارمند مؤسسه دولتی استفاده برای راه‌های ناحیه سینا کمک‌های یک وقتینه از قبیل ارد، روغن، برنج، شکر، کартошка، پیاز، مجموعه موادهای غذایی تقدیم کرده شد. مورد به ذکر است که انجام چنین عمل خیر و ثواب پیوسته از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی راه‌اندازی می‌گردد. مسئولین مؤسسه دولتی استفاده برای راه‌های ناحیه در پرتو دستگیری و غمخوری‌های پیوسته سروری دولت و شهرداری تلاش دارند که در تمام فصل سال کارهای نقشه‌وی را با صفت بلند و سری وقت اجرا نمایند و کارمندان ساحه را همه جانبه دستگیری نمایند.